درودی دیگر باره با بینندگان عزیز رادیو آزادی. بازم شالگو خوجا هستم که چون همیشه در همین وقت سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان رو تقدیم شما میکنم تا اینکه بعد از 3 دیگر در برنامه خبری ما رو بازم همراهی کنید برای شنیدن این خبرهایی که من حالا برای شما میگم. البته تفصیلش رو من در نظر دارم و همین گونه مطالبی که تو شروع برنامه خبری به دست ما میرسند و من باوری دارم که چون همیشه شما ما رو گوش خواهید کرد تا اینکه از تحولات تازه تاجیکستان و جهان به خبر نمانید. و باید بگم که من خبرهای زیادی رو در دست دارم و به سهم شما در چند دقیقه دیگر خواهم رساند. از جمله یکی از بینوکرانی که بر اثر افتیدن از گنبد مسجد کلانترین در بیمارستان بستری شده بود جان باخته است. دولتشاه یوسفی 60 ساله ساکن نوحه رودکی از زمان حادثه در روز دوشنبه 25 فوریه در حالت بیهوشی به سر میبرد و شب گذشته فوتید. طبیبان وضع سلامتی یکی دیگر از بینوکران رو وزنین میگویند. طوری شما هم در یاد دارید و اگر برنامه ما رو تماشا کرده باشید ما خبر داده بودیم که 8 بینوکر صبح 25 فوریه از بلندی 33 متر به زمین افتاده با زخم‌های مختلف در بیمارستان قریه بالا بستری شدند. کارگران به کفشگری مشغول بودند که زینه‌پایه زیر پایشان به زمین افتاد. طبیبان گفتند که بینوکران با آهن و قبور برخورده زخم‌های گوناگون برداشتند و گنبد مسجد بزرگترین در دوشنبه باید گفت که 60 متر بلندی دارد و شما اگر خواستید میتونید این گزارش رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. عیب در آش است و یا موش. یک کارمند دانشگاه طبی تاجیکستان که ماه پیش از کار رانده شد ماموریت دانشگاه را به دادگاه کشیده است. ملکه سنگین و که تا ماه پیش در وظیفه کتابداری اساسی کتابخانه دانشگاه کار میکرد میگوید او را به خاطر پوشیدن روی مال و اظهار اندیشه هایش در شبکه فیسبوک از کار راندند، ولی ماموریت دانشگاه طبی این را رد میکند و دلیل های خودش را پیش میآورد. البته در این باره شما میتونید تفصیلات در برنامه خبری بشنوید، ولی من باید بگم که بحث لباس در مؤسسه های تعلیمی تاجیکستان یکی از مسائل داغ است که سالهای اخیر جدی نظارت میشود. بر اساس تقاضای وزارت مالیه و دیگر ساختارهای حکومتی سالهای اخیر سر و لباس شاگردان و کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی اینچنین کارگران ساختارهای دولتی باید رسمی و یا به قول مقامات مطابق با معیارهای سر و لباس ملی تاجیکی باشد. و جایز به تاکید است که سالهای اخیر وزارت‌های معارف و فرهنگ با نشر نمونه‌های از سر و لباس زنانه و مردانه به کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی طرز لباس پوشی را مشوره دادند، ولی بحث سنگین و با دانشگاه طبی از کمترین حالت‌هایی است که یک کارمند دانشگاه به خاطر نگاشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از سوی رهبریتش محاکمه می‌شود و شما می‌توانید بحث این دو جانب را در یک گزارش ویژه در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت گر علاقه تماشا کنید. رئیس شرکت هواپیمایی توجیک ایر میگوید سر از ماه اپریل این شرکت پروازهای خود را از سر میگیرد. هواپیماهای توجیک ایر با دلیل وضع بد مالیوی ماه دوم است که پرواز نمیکنند. دلشاد اسمت الله زاده رئیس شرکت توجیک ایر روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت آمادگی خود را برای آغاز پروازها از ماه اپریل الکی به آژانسی آویاسیون گراژدانی ارسال کردند. در نوبت اول توجیک ایر پروازهایش را به کدام کشورها انجام خواهد داد در برنامه خبری برایتان میگیم. و دو خبر مهمی جهانی نیز هست. طبق تازه ترین گزارش دو هواپیمای جنگی هند از سوی نیروهای ارتش پاکستان در منطقه کشمیر سرنگون کرده شدند. سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که 3 خلبان هندی را به اسارت گرفتند. و نظربایف به استعفا. همین حالا که ما و شما صحبت داریم در آستانه با شرکت نورسلطان نظربایف انجمن حزب نور آتن جریان دارد و در پس منظر این نشست صدها نفر به خیابانها برآمده و استعفای پرزیدنت رو طلب کردند. البته این دو موضوع است که ما در برنامه خبری به آن رجوع خواهیم کرد. منو ترغیب نکنید. بعد ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با نمایندگان رسانه‌های دولتی در شهر دوشنبه نوار و کلیپ‌های ترغیباتی با شرکت امالی رحمان با نوارهای دیگر عوض کرده میشوند. هفته پیش امالی رحمان از ترغیب و تشویق خود توسط کلیپ‌های موسیقی سوری نگرانی کرده دستور داده بود که به جای آن تلاش و زحمت‌های مردمی مهنتکش انعکاس شود. رهبریت شبکه‌های دولتی عاجلاً از پی اجرای این دستور شدند.
جزئیات این موضوع رو بعد 3 ساعت دیگر در اختیار شما میگذاریم و با معلومات شما میرسونم که در تاجیکستان 4 شبکه دولتی جمهوری فعال است که برای ترغیب سیاست دولت کار میکنند. مردم در جمهوری های انگوشستان و چچنستان روسیه امروز زندگی تلخ صدها هزار نفر را به یاد میآورند که 75 سال پیش از زادگاه‌هایشان به درگاه شدند. ماه فوریه سال 1944 رژیم یوسف استالین دیکتاتوری شوروی سابق تقریبا نیم میلیون نفر از مردم چچن و انگوش را به قزاقستان و دیگر کشورها به درگاه کرد. ده ها هزار نفری آنها در نیمه را جان دادند. طوری شما پی بردید این یکی از گزارش‌های دیگری برنامه امروزی ماست. подполковник милисия ки ба дузанагӣ айбдор мешавад аз болои ҳукми додгоҳи ҳисор ба додгоҳи олӣ шикоят карда хостааст парвандаи ӯро бозбинӣ кунанд. тавре мо гузориш дода будем қаблан охири моҳи декабри соли гузашта додгоҳи шаҳри ҳисор санъатулло садуллоевро ба дузанагӣ айбдор кард ва ба пардохти 50 000 сомонӣ мудили $5300 муваззаф намуда буд. аммо подполковники милисия дар як суҳбати қаблияш ба радиои озодӣ эътироф карда буд ки воқеан аз соли 2009 то 2016 در یک وقت با 2 زن زندگی کرده و به گفته‌اش 2 سال پیش زن دوم خود را طلاق کرده است. از این خاطر اون نمیتواند به این حکم راضی باشد. اگر تفصیلات این خبر را خواستید پس رو بیارید به azodi.org که وبسایت رسمی رادیو آزادی است. و بینندگان عزیز طوری من پیوسته به شما یادرس میشوم رقم وایبر و واتساپ ما برای قبول عکس و نوار و خبرهایی که شما برای ما میفرستید آماده است و ما هر روز اگر خطا نکنم ده ها موضوع از شما برای تحلیل و بررسی دریافت میکنیم. یکی از این موضوع ها نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ محصولات پولیزی در بازارهای کشور بود و همکاری ما نیز از پی همین موضوع رفت و میگوید تأخیر چند هفته‌ای در وارد بازار شدن پالیسی های گرمخانه های محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است و طوری بازم همکاری ما میگوید قیمت های بلند پالیسی وارداتی اکثر ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده محصولات خودداری کنند و یا در موردهای خیلی ضرورت چند دانه از این محصولات رو بخرند. پیشنهاد میکنم که این گزارش رو در برنامه خبری تماشا کنید و من با شما خداحافظی نمیکنم. بعد از 3 ساعت دیگر با همین گزارش ها و با دیگر مطلب هایی که تا اون زمان من فکر میکنم به دست ما خواهد رسید چون روز نو آغاز شده است و دنیا به اصطلاح در تحولات است به سهم شما خواهیم رساند. و تا اون دم اگر بازم شما هر درخواستی داشتید و یا عکس و نواری داشتید لطفا در اختیار رادیوی آزادی بگذارید. ما حتما با شما تماس میگیریم و موضوعی که شما برای ما میفرستید اون رو پیگیری خواهیم کرد. با سپاس از یک و یک شما برای همراهی و با سپاس به یک و یک شما برای اینکه فکر و نظرهایتان را از ما دریغ نمی‌دارید و وفاداری برنامه رادیو آزادی هستید. من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری در همین جا یعنی در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب منتظر میشم. تا آن دم خود را احتیاط کنید و روزتان بخیر باشد.